در سال 1395 ما قانون نحوه فعالیت احزاب در واقع گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی رو داشتیم که خیلی هم دور نیست از زمان حاضر که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم. اونجا قانونگذار اومد برای احزاب مجوز رو پیش بینی کرد، یعنی قید کرد که اگر در واقع احزاب میخوان تجمعی رو برگزار بکنن نیاز به اعلام قبلی، جالب هر دو هم ذکر کرده در ماده 13 اون قانون، گفته اعلام قبلی و مجوز. این فقط برای احزاب بود؟ برای احزاب. حالا به نظر من میرسه این برای احزاب هستش. حالا حقوقدانان حقوقی در این حوزه با هم اختلاف نظر دارن، ولی به نظر من جایی برای اختلاف نظر وجود نداره. یعنی خلأ قانونی در خصوص شهروندان رو ما نباید با قانون نحوه فعالیت احزاب که خود عنوان قانون صراحت داره راجع به چه اشخاصی چه گروهایی داره وضع میشه، راجع به احزاب سیاسی داره وضع میشه، برای اخذ مجوزش صراحتاً اشاره کرده، گفته دبیران احزاب بایستی 48 ساعت قبل اقدام بکنن برای در واقع گرفتن حالا همون مجوز. این چیزی هستش که به صورت حزبی، یعنی فعالیت حزبی هست و حزب ما با دبیر حزبی که داره میخواد اقدام بکنه برای تجمع و نمیشه که ما این قانون رو گستره شمولش رو به شهروندان عادی هم سرایت بدیم به دو دلیل. دلیل اول که گفتیم قیود محدود کننده آزادی که گرفتن مجوزم یکی از اون قیود هستش بایستی به صورت مضیق تفسیر بشن، و دلیل دوم اینه که اصلا این قانون گستره شمولش و به لحاظ موضوعی خروج موضوعی داره از اینکه من شهروند بخوام به عنوان یک فعال سیاسی، همونطور که شما به درستی اشاره کردین، اصلا من فعال سیاسی نیستم، من یک شهروندم که به مسائل اقتصادی اعتراض دارم، یا نه اصلا یک شهروندم که به مسائل اجتماعی اعتراض دارم، حتی به مسائل سیاسی اعتراض دارم، اما من جزء فعالیت سیاسی در واقع در نظر نمیگیرم. اینو میخوام یک اعتراض سیاسی رو بیان بکنم بدون اینکه وابستگی حزبی داشته باشم. من کجا باید برم؟ من چطور باید این اعتراض رو به گوش مسئولین برسونم؟ خب این مسیرش مسیر اعتراض هستش.